ما می‌دانیم که با خلافت عباسی، با شروع خلافت عباسی ها و بعدتر به خصوص در زمانهای بعدی، تفکراتی مختلفی که البته از فکر و فلسفه یونان قدیم و از محیطی پرتشنج فکری در عراق اینجا به ظهور آمد. چلنج فکری به عنوان عمده‌ترین دغدغه‌ای بود که باید با او مقابله صورت می‌گرفت. اینجاست که می‌بینیم امام توجه خود از سیاست به علم، فکر، فرهنگ، تصوف، معرفت و حتی از علوم و تکنولوژی، اینها توجه خود به این معطوف داشتند و اساس یک مکتبی را گذاشتند که می توانیم گفت که به عنوان بزرگترین مکتب فکری که همه عرفان و معارف در خود جمع کرده. قسمی که پیشتر جناب حضرت مجددی سے بشاره کردن، حضرت امام خصوصیاتی داشت که معارف اسلامی را از مشکات نبوت از دو سلسله به دست آورده بودند. یکی از سلسله اجداد بزرگوارشان حضرت علی، حسین، از حسن، حسین زین العابدین و والد امجدشان امام باقر، و دیگر از طرفی جد مادریشان حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر که به عنوان هفتمین فقیه بزرگی حجاز به حساب می رفت. و حتی حضرت عمر بن عبدالعزیز گفته بود که اگر مشکلی بنی امیه در مابین نمی بود، تنها کسی که صلاحیت خلافت مسلمانان را داره قاسم بن محمد است. به اساس از جمله خصوصیات حضرت امام جعفر صادقی بوده که معارف نبوت از دو سلسله اینها در خود جمع کرده بودند. و از خصوصیت عمده حضرت امامی است که به عنوان یک دایره المعارفی علوم و فرهنگ اسلامی بودند. امام در فقه به عنوان امام بزرگوار نه تنها برای مذهب جعفری، بلکه اینها استادی همه ائمه اسلامی بودند. استاد امام مالک، استاد امام ابو حنیفه رحمت الله، و از طریق امام مالک استاد امام شافعی و استاد احمد بن حنبل هم بودند. بمی اساس حضرت امام ابو حنیفه میگه که ما رأیت افقه من جعفر بن محمد، ما فقیه‌تر از جعفر بن محمد ندیدیم. قسمی که گفتم اینها نه تنها یک امام فقه بودند، بلکه در عرفان و تصوف هم امام بزرگواری همه عرفا و صوفیه کرام بودند. و اینها نه تنها فقیه و امام فقه بودند، بلکه امام متکلم هم بودند. در این دوره‌ای که قسمی که گفتیم، دوره‌ای در دورانی که مخصوصاً در آخر دوره‌های اموی مشکلات زیادی دامنگیر جهان اسلام است، تعدادی هم احادیث جعل می‌کردند به نفع قضایای مختلف سیاسی و غیر سیاسی. اینجاست که حضرت امام به عنوان بزرگترین محدثی مدرسه حدیث خود که از شاگردان بزرگ از او حضرت ابن عیینه و ابن جری، دو محدث بزرگ مدینه و محدث بزرگ مکه مکرمه از شاگردان حضرت امام بودند. یعنی در برابر چلنج خطرناک جعلی حدیث، مصدری که توسط از او احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جهان اسلام انتقال می شد،
حضرت امام بودن. 4000 شاگرد در مدینه منوره زیر تربیه حضرت امام بودن. بیش از 400 نفر محدث از جمله شاگردان حضرت امام بودن. حضرت امام در دورانی به سر می بود که طغیان خردگرایی یا مثلا تفکری فلسفی که از یونان کم کم داشت، یک بحران جدیدی فکری را در دنیای اسلام ایجاد میکرد. اینجا بود که حضرت امام حتی در وقتی که حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه که اینها شاید 1-2 سال از امام بر روایتی هر دوی از اینها میلاد حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه و تولد حضرت جعفر صادق، بعضی ها سال 80 هجری میگن که درست میلاد حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه است، بعضی اینها را سال 82 تا 83 میگن. به هر حال شاید امام 2 سال، امام ابو حنیفه بزرگتر بودن از حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه. اما در محفل درسی که حضرت امام حاضر شده بودن و امام میگه که لولا السنتان لهلك النعمان، در 2 سالی که در حلقه درسی حضرت امام جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفه حاضر شده بودن، از وصایایی که حضرت امام جعفر و حضرت ابو حنیفه داشتن که فرمودن که ای ابو حنیفه بر رأی و قیاس زیاد تکیه مکن. البته گرچه حضرت امام نه تنها او به عنوان یک خردگرا بودن، یعنی بر رأی و قیاس اونا، بلکه اونها میفرمند خود حضرت امام که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اساس مذهبشان حدیث است. اما چون قیاس هم یکی خردگرایی هم یکی از اصول اسلامی است، این توصیه به خاطری بودن، نه به این معنا که در اینجا خردگرایی از جمله پایه های فکر و فرهنگ اسلامی نیست، بلکه غلو در خردگرایی نه، یعنی به حساب حدیث نباید خردگرایی بسیار زیاد به عنوان اصل باشد. حضرت امام در برابر فرمایشات از اونها همیشه با کمال احترام قرار داشتن و ناگفته نمانه که حضرت امام جعفری صادق با همان عظمت و بزرگواری که هم داشتن، زمانی که در سفرهایی که به عراق داشتن در مجالسی درسی حضرت امام حاضر می شدن. روزی حضرت امام ابو حنیفه چشمشان به اقتداد از حاضرین مجلس افتاد که در مابینشان حضرت جعفر ابن محمد اونجا ایستاده هستند. حضرت امام حرفهای خود قطع کردن، گفتن یا ابن بنت رسول الله، آیا گفت یا میشه که شما با پای ایستاده باشین ما بشینیم؟ فوراً گفتن خواهش میکنم شما بشینین. فرمودن حضرت جعفر که من این ادب را از بزرگان خدا آموختم، شما بفرمایید، شما به عنوان فعلا به عنوان استاد هستین، شما ما به پای ایستاده میشم تا درسی به دیگرها بتیم که در برابر استاد شاگرد ولو هر قدر مقامی بزرگ داشته باشه باید به احترام بیسته. پس امام به عنوان یک محوری تجمعی همه ارزش‌های علمی و فرهنگی اسلامی بود.